بیرنج و جفا صاحب عنوان نشوی، بر تخت رسی ولی سلیمان نشوی. در اصل اگر نیست خدا در دل تو، صد بار به حج روی مسلمان نشوی. سلام علیکم، درود بر شما برادران خواهران عزیز. امیدوار هستیم سلامت و بردم هستید. در این سال نو میلادی 22 به شما موفقیت ها تمنا داریم. خداوند سال خوب باشد، سالی بابرار باشد و این کسل و این بیماری هایی که آورده بود خداوند بر سر ملت مظلوم مسلمان و دنیا برطرف گردد. همیشه خداوند به نیت های نیکی هر یک مؤمن و مسلمان رو برساند. پیش از همه ما درباره آلبرت اینشتین که او سالهای 1921 در آلمان بود و از آلمان هجرت میکند به شویتزاریا و میگوید که من 20 سال آموزگاری کردم. درباره خودش ما برای چی درباره آموزگاران میگوییم؟ برای مردم ما حاضر از همه موضوع داغ روز و مثلا مسئله همه اساسی این معارف و مدنیت می باشد که بسیار ما چی خفا مانده ایم و همین خاطر کمی هم ما درباره آلبرت اینشتین که او خود فیزیک بود و چنین طرزی درسگوییش رو میگوید که مثلا میگوید من هیچگاه در دفتری حاضر غایب نداشتم. سبب نداشتنش مثلا میگوید که اگر باید صنف آنقدر جذاب آنقدر خوب باشد که طلبه بدون حاضر غایب بدون دفتر حاضر غایب به درس چی بیاید. اگر درس جذاب و شوق‌آور که نباشد طلبه گوش نمی کند. مثلا بعضی جای هستند که مثلا که به خاطر که ما رو گوش کنند گفته مثلا یگان چورابینی تشکیل میکنند یا که مثلا یگان تحفه میدهند که در آخری مثلا نقل و روایتاشون که مردم اونها رو گوش کنند. به همین خاطر ما درباره آلبرت اینشتین کمی قصه میکنیم. او میگوید که هیچگاه سعی کوشش نکردم که مثلا طلبه غمگین و افسرده خاطر باشد. او حس کند که مثلا صنف خانه دوم او است. چخیلی که به خانه می رود به صنف هم همه خیل با شوق به مکتب بیاید. هر شاگردی که دیر می آمد در صنف راهش می دادم، چون می دانستم که اگر که به صنف او که می آید او خود را مسئولیت حس می کند که به درس می آید. اگر که مسئولیت که نداشته باشد چی نمی آید به درس. به همین خاطر او را به صنف راه می دادم. از او پرسش هم نبود. هیچگاه سخنهایم را 2 بار تکرار نکردم میگوید آلبرت اینشتین. با خود با 3 بار تکرار نکردم، 2 بار تکرار کردم به خاطر که جذاب درس رو میگفتم که طلبه تیز همون را قبول کند. 90 دقیقه هم درسم رو نگذراندم به خاطر که 90 دقیقه هم این بسیار برای چی طلبه بسیار است. همین کم هم که باشد طلبه همون مضمونی گپ باید در یک وقتی کوتاه از خود کند و شوق‌آور که دلگیر نشود. طلبگان رو جریمه نقدی نکردم متاسفانه به خاطر که خیلی نفر هیچگاه شاگردی رو در دفتر در کابینت انتظار نکردم، چون می دانستم که شکستی غروری شاگرد می شود و تا حتی تنبیه انفرادی هم شاگرد رو نکردم. تنبیه گروهی کردم که این سرچشمه
جنبه یعنی سرشرمی دارد. به همین خاطر ولی تنبیه انفرادی غرور را میشکند نکردم. به همین خاطر همیشه سوال هایی را میکردم که مطمئن بودم که شاگردانم همین سوال ها رو میدانند. آن چیزهایی را که نمیدانستند نمیپرسیدم و نمیدانستگی آنها را خودم چی اصلاح کرده به آنها میفهمانیدم. اکنون معلم، آموزگار، مثلا ملا، اینا همش یک قطارند. در روند تعلیم و تربیه حقوق خطا کردن را چی ندارند، زیرا تقدیر نسل آینده ساز و پیشبرنده دولت و جامعه در دست اوناست. با همین خاطر باید که همه وقت معلم یا که آموزگار هوشیار و زیرک باشد که شاگردان از او استفاده کنند. با چی خاطر ما این مسئله رو میگوییم؟ به خاطر که حاضر بسیار مردم ما مثلا تا حتی نویسن و خواندن رو نمیدانند. چیزهای عادی، مثلا ما اکنون زباندانی و این رو یک طرف مانیم. به همون خاطر از آموزگاران محترم احترامانه خواهش میکنند که در کارهای خود با وجدان باشند و از روی وجدان کار کنند و نسل نورس ما را چی به قفا نبرند، خواه در کدام نمودی علم باشد، خواه علم دنیاوی باشد، خواه دینی باشد. مثلا در مکتب های دنیاوی یک شاگرد در یک سال نوشتن، خواندن، مثلا صنعت تصویری، صنعت مثلا سرود، دیگر چیزها رو از خود میکند. تا حتی ماتماتیکا رو، حساب کتاب رو هم از خود میکند. لیکن در مکتب های مثلا دینی ما در مخصوصا در آسیای میانه بغیر یک سال نه 5 سال میخواند، بعضیش الف رو از لام فرق کرده نمیتوند، یا که یک سوره از یاد میکند یا 2 سوره، بعد کلام که شد از اسلام گپ میزند و از مثلا از دیگر و دیگر با او دیگر گپ زده، گپ نشان داده نمی شود. به همین خاطر اگر که مملکت های عرب هم همین خیل باشند که در 5 سال همین الفبای عربی رو که یاد نگیری، همین 4 سوره از یاد کنی، اونها هم البته خفا مانده میشد. نه که ما هم باوری ندارم که در مملکت های عربی مردم 5 سال و 6 سال تنها همین 4 سوره از یاد کنن یا که حرفی عربی رو از خود کنن. با همین خاطر ما از برای الله همین مسئله رو کمی روشنی می اندازیم. خداوند هر یک مؤمن و مسلمان رو، مردم ما رو غرور ملیشا بلند برداره که همین مسئله ها رو جدی بگیرند. باقی در پناه الله باشید. خداوند نگهبانتان باشد در کجایی که نباشید، خواه در غریبی خواه در وطن. به همین مسئله ما خواهشمندیم فکر و عقیده خود رو نویسید و کمبودی که از ما شده باشد ما همیشه عذر میخواهیم. اگر ما چیزی که نگفته باشیم، نفهمیده باشیم، خواهشمندیم نویسید و ما فهمونید. خدا یار و مددگاری شما و ما باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.